امروز قراره یه سری عبارت کاربردی که تو مکالمه‌های روزمره انگلیسی استفاده میشن رو یاد بگیریم. این عبارت‌ها بیشتر تو گفتگوهای خودمونی به کار میان و معمولاً تو نوشتن رسمی ازشون استفاده نمی‌کنیم. پس اگه میخوای انگلیسی تو صحبت کردن طبیعی تر بشه، این ویدیو رو تا آخر ببین. قراره که درباره چند تا کانترکشن حرف بزنیم. کانترکشن یعنی وقتی دو تا کلمه تو مکالمه با هم قاطی میشن و یه مکالمه جدید رو میسازن. مثلا به جای گفتن I am میگیم I'm. خب حالا بریم سراغ عبارت هایی که امروز میخوایم یاد بگیریم. عبارت ها اینا هستن: wanna، gimme، gonna، lemmy، gotta، kinda، dunno. اینا همشون کانترکشن های پرکاربردن که تو مکالمه های انگلیسی خیلی میشنوی. بریم که بیشتر باشون آشنا شیم و تمرین کنیم. اولین عبارت wanna هست. برای فعل یعنی want to و برای اسم یعنی want a. تو مکالمه به جای I want to میگیم I wanna. مثلا I wanna learn English. میخوام انگلیسی یاد بگیرم. I wanna coffee. یه قهوه میخوام. خب حالا اینا رو تکرار کنیم. I wanna go out tonight. امشب میخوام برم بیرون. Do you wanna join us? میخوای به ما بپیوندی؟ و یه امتحان دیگه کنیم. I want a new phone. یه گوشی جدید میخوام. بریم سراغ دومین عبارتمون. gimme یعنی همون give me هستش. به جای اینکه تو مکالمه بگیم give me میگیم gimme. مثلا give me your pen. قلم تو بده. یا can you give me a second؟ یه لحظه وقت داری؟ حالا اینا رو تکرار کنین. Give me a break. یکم بهم استراحت بده. Give me your number. شمارت رو بهم بده. خب یه جمله دیگه هم گوش کنیم. Give me some water. چی میشه؟ Give me some water. یه ذره آب بهم بده. و اما عبارت سوم gonna یعنی going to. به جای I am going to میگیم I'm gonna. مثلا I'm gonna call you later. بعداً بهت زنگ میزنم. یا Are you gonna come؟ میای؟ و حالا با هم تمرین کنیم. She's gonna study abroad. قراره بره خارج درس بخونه. I'm not gonna wait. منتظر نمیمونم. حالا شما اینو بگین. We're gonna have fun. کلمه چهارم let me هست. یعنی let me. به جای let me میگیم let me. مثلا let me help you. بذار کمکت کنم. Let me check my phone. بذار گوشیمو چک کنم. Let me try again. بذار دوباره امتحان کنم. Let me know if you're free. اگه وقت داشتی به هم بگو. حالا شما اینو تکرار کنین. Let me see your book. کلمه پنجم gotta هست. یعنی got to. برای فعل میگیم got a برای اسم. مثلا I gotta finish this. باید اینو تموم کنم. Have you got a dog? سگ داری؟ حالا اینا رو تمرین کنیم. She's gotta leave now. الان باید بره. I haven't got a clue. هیچ سرنخی ندارم. و اینو حالا تکرار کنیم. We gotta talk. بریم سراغ عبارت بعدی. kinda. این یعنی kind of. وقتی میخوای بگی یه چیزی یه جورایی فلانه از kinda استفاده میکنی. مثلا It's kinda cold today. امروز یه جورایی سرده. He's kinda shy. یه جورایی خجالتیه. حالا شما بگین I'm kinda tired. یه جورایی خستم. This is kinda fun. یه جورایی باحاله. حالا اینو یه بار با هم تکرار کنیم. She's kinda smart.
آخرین عبارتمونم اینه. Don't know یعنی don't know. خیلی خودمونی و پرکاربرده. حالا یه چند تا مثال ازش ببینیم. Don't know where my keys are. نمیدونم کلیدام کجان. I don't know what to say. نمیدونم چی بگم. حالا اینا رو با هم تمرین کنیم. Don't know if I can come. نمیدونم میتونم بیام یا نه. He don't know the answer. جوابو نمیدونه. عالی بود. حالا بگین Don't know why she's late. خب حالا که این کانترکشن ها رو یاد گرفتی یه بار دیگه با هم مرورشون میکنیم. شما هم با من تکرار کنیم. I'm gonna be late. Let me open the door. I kinda like this song. Give me a minute. Don't know what's for dinner. I wanna try this game. I gotta finish my work. مرسی که این ویدیو رو دیدی. اگه میخوای مطالب بیشتری رو یاد بگیری کانالمو سابسکرایب کن که درسای بعدی رو از دست ندی. درسای درباره گرامر، تلفظ، مکالمه و کلی چیز دیگه داریم. تا ویدیو بعدی مواظب خودت باش. I gotta go.